مزه ها رو ببینید بچه ها. به به به، نگاه کنید ترکیب رنگو. میدونستید میتونید این خوشمزه ها رو خودتون تو خونه درست کنید؟ شرمنده نمیتونم مراحل آماده سازیشو بذارم، یعنی مراحلی که چطور درست میشه و اینا، چون اجازهشو ندارم و خودم تنها تو خونه نیستم، عضوی از خانواده نیستم و اونو دوست ندارم که از خونه و زندگی و اینا فیلم بگیرم. ببخشید دیگه. ولی همینطوری براتون توضیح میدم که چطوری درست بکنید. با گوشت و فقط یه دستگاه مخصوصی میخواد که تو اونجا باید کبابش کنید، از این چیزایی که برای مخصوص این گوشت کباب کنی هست. من اینجا نیست که نشونتون بدم، اونم نمیتونم نشون بدم متاسفانه. و خلاصه اینکه اونجا درست میکنید و بعدا که به دلخواهی خودتون خیلی راحت آماده میشه. چیز اضافه میکنیم به دلخواه خودتون، کاهو، نمیدونم گوجه و همین چیزا دیگه که واسه همبرگر که میری بیرون میخرید میذارن داخل همبرگر، اونا رو میتونین بذارین و میتونین هم ندارین. ما نمیذاریم، ما به خالی گوشت خالی میخوریم. دیدم خوشمزه است دیگه. بستگی به خودتون داره، هر کی سلیقه‌اش یه جوریه. هر جور دوست دارین درست کنین و نوش جون. خیلی خوب میشه. یه بار امتحانی سر نداره.